دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیرحسین رحیمی ام، مدرس فتوشاپ. توی این قسمت قراره با نوار ابزار فیلتر، قسمت جذاب کامera را فیلتر آشنا بشین. توی قسمت قبلی ما یه لحظه من این نوتیفیکیشنمو ببندم اینجا. توی قسمت قبلی ما قسمت فیلتر همه موردها رو کار کردیم، گفتیم کدوما به درد بخورن کدوما به درد بخور نیستن. این جلسه رو اختصاص میدیم فقط به کامera را فیلتر، یک ابزاری که واقعا کاربردی ترین به نظرم ابزار فتوشاپ، یک منویی که خیلی خفنه و تاثیرات بسیاری داره روی رنگ و نور و تنظیمات و اینا. خب بریم سراغ آموزشمون. ما وقتی کامera را فیلتر رو باز میکنیم اینجا یک اولین چیزی که ما میبینیم اینجا یک چجوری بهتون میگم نموداره. این نمودار هیستوگرام بهش میگیم. ببینید من الان میرم روی این قسمت، ببین اینجا زده وایت یعنی سفیدها، یعنی این سفیدهای این تصویری که اینجا هست ببینید صفره. میام جلو میشه هایلایت ها مثل همون وایت ها، اما بهش میگن روشنی. در واقع این شما اینجا رو نگاه بکنید اصلا روشنی در این پوز نمیبینی، همه چی تیره و تاریکه. هایلایت معنیش میشه همون روشنی. اکسپوژر شدت روشنی، یعنی ببینید باز اینجا ما شدت نداریم. حالا ببین من اینو باز بکنم، حالا ببین شدت رو ببین داره میبره بالا. میبینید مثلا من هایلایت میبرم بالا، ببین روشن میشه و اکسپوژر شدت رو میبره بالا. این از این. حالا با این قسمت هم آشنا میشیم. قسمت بعدی شادو هم که میدید میشه سایه، یعنی این تصویر ما ببین کجاها سایه داره. ببین الان مثلا اینجا اینا رو بهش میگن ببین سایه. ببین من اینجا شادو رو ببرم بالا، ببین اینجا روشن میشه. ببین اینا میگن شادو، همون سایه های خودمون. قسمت بعدش هم میشه بلک ها. میبینی اینجا کل تصویر ما سیاه داریم، تصویر اصلا مشکیه، کلا تصویرمون بلکه. و این هم از این نمودار هیستوگرام. ببین یه نمودارم داره، مثلا من میرم روی این عکس، ببین این قسمت رو الان من با موسم رفتم، این نمودار هیستوگرام من یه آر یه جی یه بی زده. یعنی چی؟ یعنی اینجایی که شما رفتی روش درصد یا همون شدت یا عدد رنگ قرمز 132 97 84 از این سه تا رنگ تشکیل شده این قسمت شما. خیلی مهمی نیست. اینم برای سیو کردن این تنظیمات کامera فیلتر اصلا بهش دست نزدید. این صفحه رو بزرگ میکنه. این که همین قسمت این نمای پرسپکتیو نیاز نیست باز یاد بگیرید. با این قسمت هم آشنا میشیم حتما. و من بگم ما با اینا خیلی کاری نداریم. با یه چیز ما توی عرض کنم آموزش ما تأثیری نداره و خیلی به درد نخوره اصلا. خب بعد از این نمودار هیستوگرام یه پنجره ای داریم اینجا به نام ادیت. ببینید این ادیت خودش میاد ادیت اتوماتیکه. من الان اینجا اتو رو بزنم، ببین خودش یه ادیتی میخوابونه روی که اصلا جذاب نیست، هیچ وقت استفاده نکنید. VW میاد سفید مشکی میکنه، یه نمودار دیگه ای به ما نشون میده و همینو ما خاموشش میکنیم، کاری باش نداریم. این قسمت پروفایل هم بذارید روی کالر بمونه، این مودشه. الان من اینو بذارم رو مونوکرام، رو همون حالت سفیدیه، پس روی کالر میذاریم. خب میریم پنجره اولمون رو بررسی بکنیم. اسم پنجره اول ما لایته. یعنی چی؟ یعنی نور. یعنی ما فقط با نور این سوژه کار داریم. من اینو بزنم یه پنجره واسم باز میشه. ببین اینو من با موس بیام روی اکسپوژر، ببین اینو میکشم اینور روشن میشه، میکشم اینور تاریک میشه. ببین مشکی شد سفید شد، این شدتشه. خب یا اینجا مثلا میتونم بکنم. ببین الان مثلا من اکسپوژرش رو یه ذره میزنم. کنتراست چیه؟ کنتراست میاد تضاد نوری ایجاد میکنه. این الان ما قسمت لایتیم دیگه، تضاد نوری، کنتراست نوری، نمیگیم کنتراست رنگی. حالا ببین من اینو ببرم بالا، میاد بین نورهای من، یعنی نورهای روشن و نورهای تاریکم شدت ایجاد میکنه که فرقشون قشنگ معلوم میشه. ولی بیارمش من ببین یکی میکنه انگار. میبینی بهم میگن همون تضاد در واقع. این همیشه کنتراست اون یا اینجا یا اینجا من میگیرم. اینجا میتونید بهش مثلا عدد بدید. من 5 رو بدم، اوکی رو بزنم، مثلا میاد اینجا ببرم میشه 100. هر کدوم شدتی داره. هایلایت ببینید الان من بهتون میگم هایلایت های صورت رو من الان بهتون نشون میدم. زوم میکنیم اینجا، ببینید اینجا یه مقدار مثلا ما هایلایت می‌بینیم. من اینو ببرم بالا، می‌بینید اینجا داره روشن میشه. یا مثلا اینو بذارید صفرش کنم، ببین الان این پیشونی اینجاها اینا هایلایته. اینا میگن هایلایت. اونجایی که نور افتاده ببرمش بالا، ببین روشن میشه. ببرمش پایین تیره میشه. پس اینم از
اینو اسمش محور هایلایتمون. محور بعدی محور شادومونه که گفتیم اون همون تاریکی ها، اون جاهایی که تیرگی میفته رو بهش میگیم سایه، همون شادو. من اینو میبرم بالا، ببین کجاها داره روشن میشه. ببین اینجاها سایه، میبینی این بغل آستینش رو میبینی، اینجا رو ببین، میبینی روشن میشه. کلش هم البته سایه افتاده روش. ببین این از این وایت هم که میشه همون رنگ های سفید، یعنی سفیدا رو زیادش میکنه. بلک هم که کل رنگ های مشکی دیگه، به همین سادگی نورهایی که به مشکی میزنه. به همین سادگی این از پنجره لایتمون. پنجره کالر یعنی همون پنجره رنگمون. به این اصلا دست نزنید، بذارید بمونه، هیچ تکونی بهش ندید. محور اولمون چیه؟ تمپرچره. تمپرچر اونجایی که میبینید، من اینو برم روش خودش توضیح میده. ببین عکس میبینید، دمای این عکس رو داره به من نشون میده. ببین میبره رو به آبی دما سرد میشه، میبره رو به زرد دما گرم میشه. الان پوست این بنده خدا رو ببینید، بنده خدا میگم، این تمپرچر من الان میبرم بالا، ببین صورتش داغ داره میشه، میره رو به زردی و قرمزی، یه انگار حرارت گرفت. ولی میارمش روی آبی، ببین انگار یه دمای سردی میده. ببین اینا تاثیر داره روی ادیت نهایی. این تینت هم که میبینید همون رنگ یه جورایی، ببین اینا خیلی ساده مثل همون تمپرچر یه جورایی، ولی خب خلافشه. مثلا برای رنگ آبی میشه سبز، برای رنگ زرد هم میشه بنفش. خیلی چیزی نیست، استفاده نکنید اصلا، بذارید روی صفر بمونه. ویبرانس و سچوریشن، بچه ببینید فرق این، ببینید اینا جفتشون یکیه، میبینید شکل همن. فرقشون چیه؟ سچوریشن میاد شدت رنگ رو زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا اینجا یه رنگ چی دارم، مثلا اینجا رنگ قرمز و نارنجی دارم، خب سچوریشنش رو میبرم، ببین شدت میدم بهش، میبینی این شدت گرفت. خب حالا ویبرانس چیکار میکنه؟ ویبرانس خیلی فرقی با هم ندارن، خب ولی ویبرانس چجوری بگم، توضیح دادنش سخته. ویبرانس میاد اون رنگ رو بیشتر میاره تو چشم، شدت بهش نمیده. یعنی میبره به یک چجوری بهتون بگم، رنگ رو انگار بهش جون میده. فرقش با سچوریشن اینه. ببین من اینو زیاد میکنم، ببین این میشه، میذارمش روی صفر، اینو زیاد میکنم این میشه. خیلی با هم دیگه فرق دارن. یه کنترل زد بزنم مشخص میشه. ببینید سچوریشن شدت رنگه، ویبرانس خود رنگه، یعنی اون رنگو میبره به بیشترین حالتش. ویبرانس به استفاده کنید بهتره. قسمت افکت تکسچر، کلاریتی، دیهیز، وینیت، گرینه. حالا میرسیم قسمت بقیهش رو. الان قسمت تکسچر شما نگاه بکن، این پوست رو ببین، من الان تکسچر رو زیاد میکنم. ببین تکسچر منم، ببین جزئیات صورت رو میبینید زیادتر میشه، میبرمش عقب، جزئیات صورت کم میشه، بافتش از بین میره. پس این تکسچر هم میتونی باهاش بازی بکنی. ببین مثلا این میبرم اینجا جزئیات صورت، پیشنهادم میکنم هیچ وقت این تکسچر تا آخر نبرید بالا، یعنی اینجا باهاش بازی کنید، خودتون یاد میگیرید که مثلا من میذارم اینجا. کلاریتی چیکار میکنه؟ کلاریتی میاد اون رنگ ها، اون چجوری بهتون میگم، بافت های صورت، یعنی اون رنگ های مشکی رو پخش میکنه و جمع میکنه. ببین الان رنگا پخش شد، الان جمع شد، میبینید اینم روی همون مثل تکسچره، ولی خب روی رنگا بیشتر تاثیر میذاره. میبینید جزئیات رو بیشتر میکنه. دیهیز هم پیشنهاد میکنم خیلی ازش استفاده نکنید، مثل کاربردی نیست. یه مقدار اگر خواستید این ور ببرید، به سمت راست ببرید. وینیت هم بهتون توضیح میدم. وینیت میاد تیرگی دور عکس منو ایجاد میکنه. بذارید من اینجا این کنسلش رو بزنم بهتون توضیح بدم چیه. ببین من الان اینجا یه لایه باز میکنم، رنگشو میذارم رو سفید، فیلتر، کامرا رو فیلتر. موقعی که فایل نهاییتون خروجی گرفته، این وینیت رو ببین دورش یه تاریکی ایجاد میکنه. مثلا من روی این شدت میذارم و همین سادگی، این همون تاریکیه در واقع. دوباره بریم روی سوژمون. حالا این گرین چه؟ گرین ببینید یه مقدار میاد انگار نویز میندازه روی تصویر، یه مقدار بافتشو میبره رو به طبیعی ترشن، شارپش میکنه. ببین اینقدر مثلا در این حد ما میبریم جلو که خیلی چیزی نباشه. اینم کاربرد گرین. کرو بچه، کرو واردش میشیم، یه قسمت جدا کرو میگیم کالر میکسر. قسمت کالر میکسر با رنگ ها کار داره. خب ببین این سوژه من طبیعتی از تشکیل از یه سری رنگ های دیگه، درسته؟ مثلا من اینجا چه رنگایی میبینم؟ قرمز میبینم، صورتی میبینم، سفید میبینم، مشکی میبینم که جزو رنگ ها حساب
نمیشه، اینجا میشکی اصلا نداری. خب یه قسمت داره، قسمت ادجاست. این ادجاست رو ببینید روی HSL میذاریم. ما اینو بذاریم روی کالر، ببینید مودش فرق میکنه، همونه ها ولی مودش فرق میکنه، پنجره هاش عوض میشه. روی مود HSL بذارید خیلی بهتر. محور اول، اون نوار اولی که داریم رنگ های قرمزه. هیو میاد در واقع بالاترین و پایین ترین رنگ قرمز رو به ما نشون میده. اجازه بدید من این کالر پیکر رو باز بکنم. ببینید توی قسمت رنگ ها ما یه میرم من روی رنگ قرمز. خب این رنگ قرمز ببین الان پر شدیدترین رنگ قرمز همینه. ببین این میاد مثلا رو به ببین سفیدی میره، اینجا مثلا یه رنگ شما صورتی طور داری میبینید، درسته؟ این میشه همون یه جورایی هیو ما. خب این هیو ماست در واقع. حالا من اینو بیام پایین تر، ببین دو طرف رنگ قرمز، یعنی یه طرف رنگ قرمز میشه نارنجی، یه طرف رنگ قرمز میشه صورتی. یعنی من اینو حرکتش انجام بدم ببین اینا فرق میکنه، ببینید به اینا میگن هیو. اینم از این قسمت هیو. حالا خب چی بود؟ حالا مثلا هیو رو من میبرم رو به نارنجی، میبرم رو به صورتی مثلا. اینو تنظیماتش اینجاست مثل هم. حالا رنگ نارنجی دو طرفش یکیش زرده یکیش چیه؟ یکیش دوباره همون صورتیه، درسته؟ حالا یلو میره یه طرفش به سمت سبز، یه طرفش باز میره به سمت نارنجی. نارنجیه. ببین از نارنجی میاد به زرد، از نارنجی میره به سبز، از سبز میره مثلا به آبی، از آبی میره به بنفش. اینجوریه دیگه ترکیب رنگش. اینا ببین این سبز، این زرد، این نارنجی، این قرمز. آکواس بهش میگن اقیانوسی، این رنگ اقیانوسی. ببین این آبی رو میبینید شما اینجا، این میگن اقیانوسی. این مثلا میشه سبز متمایل به آبی یا همون در واقع فیروزه‌ای طور. این رنگ آبی رو میبینید زده بلو، ببین یه طرفش داره میره به سمت بنفش، یه طرفش میره به سمت همون اقیانوسی. قسمت پرپل یا همون قسمت صورتی، پرپل، حالا من تلفظش خیلی بلد نیستم. این قسمت پرپل ما ببین از اقیانوسی، از این بلو گرفته شده، حالا باز میاد میره به سمت چی؟ صورتی یا همون الان نمیدونم این فکر کنم بنفشه. آره بنفشه. مجنتا هم اسمشو ما میگیم مجنتا، یعنی یه چیزی بین بنفش و صورتیه. این مجنتاست. ببین اینا رو تنظیم کنید خودتون متوجه میشید. این از این قسمت کالر گردین. ببینید ما روی هر تصویری، روی هر پوستی، روی هر المان تصویری یه سری اطلاعات داریم، درسته؟ ببین من میام روی این پوست، این پوست رو شما نگاه بکنید ببینید از چیا شامله. شادو که گفتی میشه تاریکی. الان مثلا این گودی چشم رو میبینید به اینجا میگن شادو. اوکی ما به اینا میگیم شادو، چیزی که مثلا پایینه. چجوری بهتون توی گودی افتاده. ما مثلا به این قسمت زیر فک میگیم شادو، اینجا شادوه. خب قسمت هایلایت ها کجا میشه؟ قسمت هایلایت همون هم که بهتون گفتیم قسمت سفیدای ما، در واقع قسمتایی که روش نور میفته. الان مثلا این بینی رو میبینید افتاده بیرون از صورت. چیزی اگه نور از اینجا بتابه، از این سمت بتابه، اولین جایی که میخوره یه دونه به پیشونی میخوره، یه دونه به بینی میخوره، به چشم اینجاهاش میخوره و باعث میشه زیر این چشم یه چی بیفته، یه شادو بیفته. اوکی تا اینجا میتون ها هم کلیه، یعنی کل این میتونه. ببین الان من مثلا میتون تغییر، میبینی کل پوست داره تغییر میکنه، میبینی رنگو رو جابجا میکنه. ببین هیو، این همون اچه. اچ چی بود؟ هیو بود. اس هم میشه سچوریشن، همون شدتش. این الو نمیدونم چیه، فکر کنم لول میشه شدتشه در واقع. برگردیم به همون حالت اولمون، ادجاست. میبینید این میشه میتون ها، یعنی لایه اصلی صورت، کل در واقع میشه. من مثلا میذارم روی همین سفید بمون، این هم شدتش اینجا میشه تنظیمش کرد. مثلا میبریم روی بالای پایینش. اوکی تا اینجا هایلایت شادو. قسمت شادو ها رو ببین. الان مثلا ببین من اینو بکشم به سمت زرد، درسته کل سوژه ما داره زرد میشه، ولی خب چون ببین اینجا شادوش بالا بود دیگه، درسته؟ پس من شادو رو میبرم رو به زرد، کلش در واقع داره تغییر میکنه. خب ولی خب هایلایت ها رو ببین، فرقش ببین، هایلایت ها رو ببین، چون صورت یه مقدار هایلایت داره، رنگ من ببین داره روی هایلایت ها میچرخه. و همین سادگی. این هم قسمت میتون، شادو و هایلایت ها. بلندینگ هم اینا رو هم دست نزنید، اصلا دست بهش اصلا نزنید، بذار روی همینه بمونه. این هم قسمت کالر گردین، با همینه بازی بکنید اوکیه.
اینم از این قسمت دیتیل یعنی چی؟ یعنی اطلاعات دیگه، اگه تا اونجا که من اشتباه نکنم یعنی اطلاعات. ببین این اطلاعات عکس در واقع، مثلا اطلاعات عکسی که این دوست عزیز برای من فرستاده، مثلا اگر با دوربین عکس گرفته باشه اینجا شارپنینگش مثلا میشه یه عدد، مثلا میشه 50. خب اون تنظیمات دوربین دیگه بستگی داره. شارپنینگ هم یعنی چی؟ یعنی کیفیت. من اینو ببرم بالا یه مقدار زوم کنم راحت تر ببینید. میبینید اینا رو میاد عکس رو با کیفیت ترش میکنه. من اینجا بیام ببین این شارپنینگ 0، این شارپنینگ 150. خب حالا من عکسمو با کیفیت کردم، شارپ کردم، یه مقدار نویز افتاده، تصویرمو داره خراب میکنه. نویز ریداکشن میاد اون نویزا رو ببین میگیره. من میکشم جلو، این پوست صاف شد. این من میارم پایین، باز مثلا الان یه مقدار بهتره. این نویز میندازه، این نویز رو میاد کم میکنه. کالر نویز ریداکشن هم حالا اگر شما مثلا رنگی رو شدتش رو زیاد کرده باشید، مثلا من اینجا سچوریشن رو بذارید ببرم بالا، این مثلا سچوریشن بردم بالا. خب ببین الان پوست رو نگاه بکنید، اینا رو میبینید یه بافتایی میفته و یه رنگای متفاوتی میده، اینا میگن کالر نویز ریداکشن در واقع. خب یعنی من الان ببین قسمت دیتیل کالر نویز رو ببرم بالا، ببین افت یه ذره تغییر میده، خیلی نیست ولی خب میبینی الان پوست اینجا رو ببینید، اینجا الان اینو بکشم جلو ببین اینا یه ذره از بین رفت، این رنگش رو میگیره. اینم از این قسمت اپتیک. ببین اینجا یه دیستوریشن داره، تصویر منو میاد بهش یا میبره تو یا میبره از وسط میاره بیرون. من اینو ببرم اینجا ببین تصویرم اینجوری میشه، ببرم روی این ور تصویرم میره تو، ببین ببرمش به سمت چپ ببین تصویرم گردی میگیره، ببرم این ور تصویرم گود میشه. اینم از این قسمت. اینو بذاریم روی 0. وینیت هم در واقع همین وینیته، ولی خب فرقش چیه؟ این تاثیرش کمتره و بیشتر رو قسمت های عمقی عکس تاثیرشو میذاره. خیلی فرق خاصی ندارن. این لنز برر ما چون کار نمیکنه، منم باش کار نمیکنم، خیلی وقت اصلا استفاده نکردم. قسمت کالیبریشن. کالیبریشن اطلاعات نوری ماست، یعنی این میاد نورهای اینجا رو واسه ما چیکار میکنه؟ نشون میده که آقا شما الان RGB. ببینید بهتر توضیح بدم، هر تصویری که ما میبینیم یک تشکیل شده از یه سری رنگ‌های. شما تصویری که توی تلویزیون، لپتاپ یا موبایلتون دارید میبینید از رنگ‌ها تشکیل شده، از رنگ‌های قرمز، سبز و بلو، یعنی RGB. اگر هم دقت کرده باشید دیدید یه سری جاها میگن RGB، مثلا میگید نور مخفی میخرید بهش میگن RGB، یعنی رنگ‌هاش قرمز، سبز و آبیه. خب ببین الان مثلا مثل همونه، ببین اینجا این نوار داره هیو، میبینید میبره به سمت صورتی. بعد من اینجا مثلا سچوریشن رنگ صورتی میتونم بیارم پایین، مثلا میره به سمت خاکستری، یا شدتش رو میبرم بالا، میبینید میره بیشترین حالت صورتی. یعنی به همین ترتیب مثلا هیو سبز میبرم این ور، این بازیکنی خودتون یاد میگیرید سچوریشن هیو. اینم از این قسمت و فکر کنم تقریبا خیلی خلاصه و سریع بدون فیلتر کامera را فیلتر رو یاد دادم. اینو باید باهاش حتما تمرین کنید تا خوب بهش مسلط بشید، بتونید درست و حسابی یادش بگیرید. با تمرین کردن فقط میشه مسلط شد به این فیلتر کامera را فیلتر و فقط با دیدن نمیشه همچین کاری کرد. بهتره که اگر فتوشاپ دارید حتما روی یک لایه کار بکنید و بتونید با این کامera فیلتر جذاب کارتون رو انجام بدید و تمرین بکنید. اینم از آموزش کامera فیلتر. امیدوارم که لذت برده باشید. توی قسمت بعدی حتما قرار ما با این قسمت سمت راستمون، این قسمت لایه ها، ادجاستمنت ها، کار با لایه ها یاد بگیریم و انشالله دیگه بریم سراغ طراحی ها و تمرین های پروژه محور که بتونید انشالله از این فتوشاپ درآمدتون رو کسب کنید. امیدوارم که لذت برده باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.